کس اگر اینا چقدرتر نظر کند یا اینکه فکر کند در دین اسلام حزب گفتنی نبود. بابا اجدادان ما دین اسلام رو پرستی میکرد. امروز حزب نهضت اسلام با میان آمده است. ببین چه کارها را انجام داده ایستاده است. فسق فسادی، گروه دستگیری کردن گروه اکستریمیستی و غیره و کذاها که نفرت کس بین می آید. شخصا من آموزگار سالها طولانی هستم که دیرکتی مکتب هستم، همچون سرور مکتب هستم. ما شخصا اینا دستگیری نمیکنیم، چونکه ما توی است اگر قرآن با از نزدیک شناسیم در این فقط تعلیم و تربیه نه اینکه جدای اندازی در بین ملت است. من حزب نهضت اسلام ای او رویه هایی که ما در نوارها میبینیم، در خیلی ده ها میبینیم، فقط در بین مردم جدای اندازی، یعنی که با گروه افراطگرا و دیگر چیز شامل شدن. من هم خیلی فقط همین کارو را دست داده ایستاده است. حالا ببینید که نه جمهوری ما من امسال 18 سالگی وحدت ملی ما جشن گرفتیم. امسال سال اویله بود. آیا باز ما میخواهیم که با همون سالهای مودیش برگردیم؟ هیچ گمان نمیخواهیم. این هم از حکومت جمهوری همین هم ما میخواهیم دستگیری ممکن که همین حزب نهضت اسلام که پیش نبود همین چی در کار اکنون چه در جمهوری ما پیدا شد، چه بقید گرفت ما هم نمیدونیم. این برای قدر ما با این گروه با جوانان همین تهیه میکنیم که با این گروه شامل نشوند. این گروه است که در بین مردم جدای اندازی را به عمل میارند و هیچگاه اگر مقصد ملت ما همچون جمهوری سوسیالیستی استقلال دنیوی برپا کردن باشد، اگر به این گروه ما شامل میشه، مقصد این گروه این نیست، فقط مقصدهای ناپاک دارد.